برای بینندگان خود را آشنا نمایید. سلام و درود دوستان عزیز. من بانو شاکرова، سابق آموزگاری مکتبی صنعت بچگانه رقم 3 به نام الکساندر استپانویچ لینسکی شهر دوشنبه می باشم. سلامت باشید. خوش آمدید. چی ارمغان آوردید برای مادرم؟ عرض مهر و محبتم را می رسانم با والدین عزیز و مهربانم که مرا در همین سرزمینی پاک و مقدس تاجیکستان برای دنیا آوردند. تاجیکستان عزیزم، کشور زیبای من، باعث الهام هر یکی ما می باشد. دست از وطن نگیرم تا هست جسم و جانم، جانم فدای میهن، تا روح در روانم فرزندی با وفایی. این میهن و دیارم سر می نهم به خاکش، تا هست آستانم. سرزمینی من جلوه جلوه تو نمایی، سرزمینی من 7 رنگ و با صفایی، سرزمینی من با سرود و با نوایی، سرزمینی من. محض ان همین گل شکوفی های وطن عزیزمون است که من به الهام می آیم. به همه نغمه ناجور دلم می سوزد، به همه طینت به نور دلم می سوزد. و دولتمند خالف با یک درد می خواندند که فقدی مادر پیرم که زمین بوس شده، می نهد پا به لبی گور دلم می سوزد. مصرع‌های جاویدانه حضرت لایق به درد دل ما درمان است. البته ما مثل استادان شعر گفته نمی توانیم و می خواستم از همین کتاب یک شعرکی را خوانده باشم با اجازت شما. بیا مادر، مادر بیا که طاقتم در این جدایی نیست. مادر بیا که به تویم از غم رهایی نیست. خواندی سرودی الله‌ام زیبا و خوش، ولی لحن دیگر چو لحن تو با خوشنوایی نیست. ناز مرا دیگر چی کس بردارد ای ماهم؟ مادر چو مهرت عالمی به انتهایی نیست. حرفی تو بود چون محفل شکرفشانیم. مادر که به تو شعر من با خوشنوایی نیست. رفتی به غصه مانده ام، با غصه ام پیوند. بعد تو من را با کسان آشنایی نیست. کاکل کی بافدم مرا چون دستای تو؟ مادر بیا که از تویم تابی جدایی نیست.
مادر شهید جاویدان در راه عمر ما مانند تو در این جهان کس کربلایی نیست سرمایه دنیای من ای گشته ناپیدا کز بعد تو در روزی روشن روشنایی نیست. تشکر دوستان عزیزم. من البته میخواهم که همین کتاب تازه نشر خودم را در روزهای فرخنده پیغام نوروز خجسته پی به کتابخانه شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان تقدیم نمایم و ما باور داریم که از این کتاب خوانندگان بهره میبردارند و شعرهایی که در ستایش وطن مادر است حتما از بر میکنند. بینندگان عزیز، بانو شاکرова بودند که چند لحظه برای ما و شما سخنها در ستایش مادر گفتند و همزمان از کتاب ای دلت آینه برای ما شعرها خواندند که خیلی خوشحال شدیم.